الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزتمند، برادرای اهل اسلام، امروز میخواهم که موردی جوانایی که سرسون و سرگردون در شهر روسیه هسته، علل خصوص در داخل مسکو و در کجایی که باشین، جوانای محترم، شما یک بار نظر برای عمری که از دست داده ایستین، کوزه عمری شما هست. در این کوزه عمر یگان نویگری کردین، یگان گل شکفتین. در عمر شما باقی مانده عمر شما در بسیار خوب می شود و این عمر خوب از دست داده ایستین. برادرای اهل اسلام، در فتنه که امروز این فتنه بالای تمام جوانان یاش آمده است، فسادی زمان، فتنه های گوناگون، فریب نیرنگ، خطرهای شیطانی، همش بالای جوانان آمده است، خصوصا جوانان. خداوند در قرآن، در سوره بقره در 2 پاره قرآن می‌فرماید که یسألونک عن الخمر والمیسر. ای محمد، از تو سوال میکنند درباره خوردن عرق و بازی کردن قمارها، انواع قمارها. قل فیهما اسم کبیر، یعنی اثم کبیر، بگو که این دو بسیار گناهی بزرگ است. جوانای محترم، منفعت در این دنیا و در آخرت این دو کار ندارد. شما در این دو کار فریفته شده اید برادر اهل، خصوصا جوانای محترم. امروز در بازی کردن قمار صف شما جوانا پیچیده است. برای که شما جوانین در فریب این قماربازایی که خون مردم خورده ایستند، نه فقط من یک کشه میگم، همه اونها را میگم، حالا آنکه همه قماربازهای اساسی خودشان گفته ایستند که همه کار ما حرام است. یعنی که همه کار ما حرام است. کارشو مثلا 10 ماشین باشه، در 10 ماشین اگر بلیت باشه، همون یک بلیت در یک کمبغل تغری میکنن، 10 ماشین دیگه بازی و پول در خودشون است. برادرای اهل اسلام، وقتی که قمار شید، از ابتدا تا آخر او فریب نیرنگ است. در اینجا کاری درستی نیست، کاری تازه نیست، وعده حق نیست، لفظ صادق نیست، اما فریب است. اگر لفظ صادق باشه، وعده حق باشه، این قمار می شود، نامش قمار است. یعنی نیرنگ در آوردن با طریق فریب، سوم مردم خوردن، بنابر همین جبر در سر یک مسلمان کردن. جوانای محترم، چه بکش ما اینقدر گاه در راه فساد میره، گاه در راه بیکارگی میره. آخه داغ روز پدر و مادر تو شده است. بعضت با این بطل بدبخت از کجای برآمده است که میره در داخل همون بطل، در داخل فریفته ابله، گوینده های ابله میره خودتون سرگردون میکنین، مخلص میشین، اشتراک میکنین، در کارهای ابلهی اشتراک میکنین. آخه خدا و پیغمبر ایرا منع کرده است. سعادت ما و شما در کلام خدا و پیغمبر است. جوانای عزیز، جوانای محترم، جوانایی که امروز به فریفته تمامی این دشمنای ملت و این حرامخوارهای گوناگونی که از جانب زبان خود سخنگویی میکنن، مردم خود سخنگویی میکنن، شما را به هلاکت رسونده است. با خدا قسم، یک بار فکرش خودتون بکنید. نصیحت برا از جانب یگان کس در روسیه برای جوانان است. بسیار گفتی گپای اصطلاحات امروزه قلبم جگرم بسیار برای شما سوخته است. از جوانان با خدا قسم، راهی جوانی کنه از دست داده است. آخه این چی راهی که برای شما در باطل حیات خودتون بگذرونید؟ یک کاری حلال کنین، یک کسب حلال کنین.
اون مادری که تو را تولد کرد به همین لغویات فریفته گفت را برا یا ورشه بس سخنگویی بیهوده، اینو دو تا سخنی بزرگ میگوی، ایرا او تا سخنی بزرگ میگوی، با از همون سخنهای لغویات یکدیگر تا میگین آیلوب میگیرین، میرین مخلص میشین. نعوذ بالله. از طریق قمار هیچ محل شما برکت نمیابید. شما اگر میلیون هم ببری برکت نداره. او مادر زحمت کشید، دادری عزیز با موت دست گریبان شد تو را تولد کرد، خودش خنه خورد و تو را بار کرد، خودش گشنه موند و تو را سیر کرد، خودش تشنه موند و تو را نوشانید، زحمت های طولانی کشید، 9 ماه زیاد در شکم گرداند، با موت دست گریبان شد تولدت کرد، با چی زحمت های عذاب های طولانی تو را کلان کرد. تو میوه قلب او بودی، تو باغ بودی که تو را در ثمر درآورد. امروز با یک امید کلان منتظری تو هست که تو یگان سومش رایی میکنی که 1 کیلو نبات بخره پدرت، 1 کیلو قند بخره قطی مادرت بخورن، یک مابین دوست و دشمن در محلش و یک روزگار برن، یا نویگری بکنن، یک لباس پوشن بروند. در جای این فکر بکنین شما دنبال قمار بازار را گرفتین، دنبال فسادکاری را گرفتین، آیله میگیرین، آیلاتون هم میپرتوین، میین دنبال این فسادکارا، دنبال این حیوانها میشین، آیلاتو در اوجا 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه بالاخر اکثریت طلاق، اکثریت وگونگی، جدا شدن زن و شوهر از دست شما جوانا شده است که میگیرین زن میمونین از پای کار خودتون میشین. این چی بد دادیه در سر خودتو آوردگیه کی دیگه جگرشو برای شما میسوزه. این شبکه های گوناگون بالای این قدر مصیبت بالای شما آمدگیه. با اقبال صدرالدین یک قمارباز دیگه از بر آمده داخل شده است، از با او نام را که در تای شبکه خودش میگذارش برای من سوم بگذرونه. یک فریب، یک مصیبت دیگه با بالای شما، این که خودتون در داغی روز، در داغی فکر پدر مادر تو قرار داده است. از شما خواهش میکنم آخه این کارا مطلق حرامه. خداوند در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسان ایمان داره و به همه اعضا ایمان بیاره. جوانای عزیز، خداوند از عبادت شما، از کاری حلالی شما، از رفتار شما در بین این قدر فرشته فخر میکنه. برادرای اهل اسلام، شما کار کنین که راهی خودتون بیاوین، خودتون با دست خودتون در هلاکت ها نپرتاوین. آخر قماربازی داخلش عمر شما را به هلاکت میرسانه. در شبکه هایی که شما را به هلاکت میرسانند داخل شدن عمر شما را به هلاکت میرسانه. خرسندی شما را تبدیل به ضیقی میکنه. پدر مادر تو داغ روز شما را میکنه. و امروز داخل شدن در این بطل ها و در این رقص ها آخر شما را به هلاکت میارند. دادرای عزیز، آخه یک بار فکر خودتون بکنین. از شما خواهش میکنم برادرای اهل اسلام، برادرایی که دسترس این جوانا را نصیحت کنین، پدرها مادرها جوانا را از پشت نصیحت بکنین، با نصیحت رایشو بکنین. دیگر خداوند متعال همتون موفق بگردانه. از همت خواهش میکنم که نصیحت بالای جوانا زیادتر کنین که امروز جوانا به هلاکت رفته ایستند، در فریب این نیرنگا داخل شده ایستند. هیچ کس جگرسوز بر این همه کار میکنه. قمارباز شم، دیگر کارکن شم، دیگر اون برگادیرهایی که در فسادا یا کار میکنن، اگه همه او را من نمیگم، اکثریت کار میکنه که جوانا را میبره باید از همه سون بگیره و از همه سون بخوره. هلاکت بالای همین جوانا اومده است. خداوند متعال این جوانا را از کل آفت ها نگه بداره و مردم مهاجر از کل آفت ها نگه بداره، از این فتنه و از بدکاری و بدرفتاری و راههای نیرنگی خداوند متعال همه تا در حفظ حمایه رحمت پاک خودش نگه بداره. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.